میخوام پاکسازی که رو خودم انجام دادم رو بهتون نشون بدم. ببینید که صورت من 4 سال پیش چی بود و صورتی که حالا 5 ماه پیش. این عکس 4 سال پیش منه. دچار مشکلات کبدی، رحم و تخمدان شده بودم، اختلالات هورمونی و به شدت مغز سر، افسردگی، حال بد. کلا اینو بهتون بگم، اگه نگاه کنید روی گونه های منو ببینید، لکه های قهوه‌ای، حتی این ور گونه هام لکه های قهوه‌ای وجود داشت. حتی نوک بینی منم دچار لکه های قهوه‌ای شده بود. این زیر ابروهام وسط پیشونیم که مشکلات کبدی رو نشون میداد. پیشونیم حتی زیر چشمم نگاه کنید 2 تا خط که نشون از خب پیری پوست بود دیگه. حالا من اینجا 34 سالم بود فقط. اتفاقی افتاد با پاکسازی، با روغنایی که استفاده کردم به صورت خوراکی و موضعی، این شد صورت من. دیگه خبر از اون لکه های پوستی نیست دیگه. زیر چشمم اون پیری پوست که داشت میافتاد نیست دیگه. روی گونه هم لکه های قهوه‌ای نیست و صورت من اینجا 39 سالمه، ولی پوست صورتم 10 سال جوان‌تر شد. این نتیجه بود که خودم گرفتم. چه روغنا یا چه محصولاتی استفاده کردیم برای خودتون؟ محصولاتی مثل من روغن کتان، بادام شیرین و کدو. خانوما بادام شیرین و کدو رو اگه ترکیب کنید، هم بخورید هم استفاده کنید، حالا به صورت ماساژ، گونه‌هاتون در میاد، لیفت میکنه صورتتون.